خب امروز چندمه؟ 24 تیر 403 بالاخره شد ساعت 8 دقیقه به ما نرفتیم شب را میبیم شما من حالم بیا بابا دیر شد دمپایی من بزن که بودم آقا هم اوکی هر جوری که مایرم دمپایی برداشتی؟ دمپایی ببین میخوایم اینو بردار اون کارتونه رو میتونیم بندازیم آشغالی خیلی من کم بار میاد ببین دیشتیم بزن لطفا بیارم منی باورم نمیشه خدای ما مراقبیم تا هم مراقب ما باش بسته برون کسی بریم نصر نیاز بندازیم این تو قیافه من خسته بعد من به مامان خیلی ماینه شده اصلا بهاره زودتر از 1-2 نمیخوابه میرسه خونه تا واسه شروع به ورزش کردن یه خیلی آدم پر انرژی واسه یه کن میزنیم ما تو راهیم داریم قیمتاشو لازم شانس من همون یه نفر میاد چنل تو پیدا میکنه من که نه اینجا 60 کا شده ولی آقا باشه 6 نفر دارن ما رو میبینن مسخره واضح ما به خدا جذابه دوست داشتی بگو پیشت تو رو ساعت 9 و 8 پیشت تو رو خیلی همه جا ترافیکه به سمت ما نمیرسیم خوشن چرا بزن یه خود جاده بعد ترافیک پس من میخوام به خدا خوابتم سنگه یا بیدار شدیم بین چمنایی من کجا اینجا کجا میندازیم پایی بابا سلام مادت سورا کجاست میگی نایمد من رفتم تو بیا خیلی بدجنسی مامانم گفتش که با چی میری؟ گفتم با ماشین اتوبوس میری خب شروع نکنید شروع نکنید خیلی من دارم اونجا چرا ایسته محمولا رو قایم کن به زور من نه شیشه میرم خورد بده میتونستم بیسته بیارم من میتونستم تخمه بیارم بسیده مامانم چیپس پفک تخمه حلوای شکری که از هتل رو برده بودم من به خودم داده لیوان مار مصرف برای مصارف لهو و لعب حلوای شکری چرا؟ شاید صبحونه خواسته شاید صبح رسید فکر همه جاش من با این ساعتی که شما میبینم حرکت میکنی صبحم نمیرسی صبحونتون رو بخورد است دیگه چی دارم؟ خوش خواب گذاشته غذا بخورید
مال ماهو جوشوندیم مال ماهی ها نمیریم واقعا دستش درد نکنه. گفت سنگک یا محلی، گفتم سنگک لطفا. خیارشور گفت چاقو نذاشتی؟ دارم چاقو می بخور من چجوری؟ در تونو که ایشالله با پاش باز بود. بله یا علمه خیارشور گوجه داریم لغمه بگیرم بخوریم. خوش نبید صابونه میگونه نهار میخوریم فرد میشه خودت نارم دارم نمیدونم این میخواد تا خود اونجا من گوشنگی بکنم. تخمه گفتم بخوریم اسیر شدی تخمه نمیخواد. تو شب خوردی؟ بابا من ناهارم تو خوراکی لوبیا خوردم از این آبکی ها. چرا نمیخواد؟ من گشنمه فقط نمیخوام تو همت شام بخورم. دوست دارم برم تو چالوس شام بخورم. این فرق ما اینه. پفک بخوریم. گفتم تخمه چرا برم تخمه نمیدی؟ شد 60 بار تخمه میخوام. زیاد زک خور تخمه همونه مامانت گفت تخمه برگردون. شب تو رو بگو که شب تو رو نیا راننده سمن دارم تخمه میخورم. میگم منم تو صحبت سفر بشنسی میرسم بخوام تو سفر نرسم پیدا نمیخوریم. چرا دیگه منم تو تخمه بخور بخواه بدیم لیوان بگیم از این ببینم تو رو حتی اگه 10 تا تمام بشینه انجام میخوام به تو فکر کنم و بپیچم گلو حتی اگه بچی بازو نمیگم برو هر روز هفته باید ببینم تو رو حتی اگه 10 تا تمام بشینه انجام میخوام به تو فکر میگیرن اون شب باید تو بازداشتگاه باشیم شب تاسوعاه آشنا شب آشنا اما آشنا بعد تاسوعاه اما تاسوعاه بعد آشنا شب تاسوعاه ظهر آشنا تاسوعاه شام قریبانه چی کار کنی؟ توراش هم داشتم شب تو رو بگو که شب تو رو گوشی منه یا گوشی توه؟ بگو پردست میکنم بگو ما تو همتیم همه خوراکی ها رو خوردیم بودو یا بوده بس نشد خیلی خوشحالم از این وضعیت من چقدر زیشتم من نگه خیلی خوشگرم احساس کار بودی من صورت رو نامخورش شستم من نشستم من هم بودم من شستم و دیگه چی ندارم مثل میگم تو سر کارم باشی جمع دارم میکنم خود جمع دارم پشیموشی من سر 4 را بودم جان که الان دور میزنه گوشی دستمه نه من آخه بیا باید صحبت کن بگو برو چه خلوت خوبه برو دوستم برو برو ویدیو بگیرم رستوری کنم چشتون نرد دیوان یه تیکه بودی از تنم یه میشه جوری قرد زدم ببین برعکس تو منو به گذشت جوری بستنم یه تیکه بودی از تنم بهش جوری گند زدم ببین برعکس تو منو به
گذشته زوری بستن خدای شکر اجازه بده قهوه گرفته دوستم. در باز کنم. خیلی ممنون. خیلی ممنون. گید نریزه. یو این آقا با موتور اومده تا اینجا. جالب نیست؟ هلو. خب به نام خدا یه آپدیت از خودم بخوام بهتون بگم ما مسیر اشتباهی رایترنه 6 خوشمزه است. نسبت به جایی که ازش یه ذره سوزونده قهوه رو. حس سوختگی در قهوه داریم. بوشم میاد. بوی قهوه. یه کوپسی. سلام. من یه آپدیت بخوام از خودم بهتون بگم. ما مسیر اشتباهی اومدیم. چه؟ یه آپدیت من از خودم بهتون میدم. ما مسیر اشتباهی اومدیم. ما قرار از اتوبان جدید بیایم ولی الان این فیلم ترسناک هست. همیشه آدم مسیر اشتباه میره. نمیدونم حتی اینجا کجا. در این هست یه جا قهوه گرفتیم. چیه کو؟ زانوم درد گرفت. دوچار شوک روانی شد. کجا رفت؟ پروانه؟ اینو نده بالا. مطمئنی پروانه نیست؟ نگار ملخه. نگار کو؟ اینو بگیر. نگار نپره. مثلا من زورو هم. کو؟ اصلا من نه نگار نه. میتونی؟ فقط سمت من نیاده. لباس سلام. بعد بلند شد یا امام زمان یا 5 تن آل عبا. میگیریش؟ میتونی بگیری؟ یا امام زمان کجا رفت؟ چیکارش کردی؟ منو خورد. نگاه کو؟ نگاه ملخ کو؟ ملخ رفت. تو من که نیست. ما یه ملخ ماشینمون گم شد. بکنم رفت بیرون. نه لبراسان که نیست. زن پاش خارش گرفته. لخ شدی ملخ. چرا سپید؟ نه لخ نشو. زمان بکنم رفت زیر پای منم بگید.
که رفته دیگه من چی بگم تو که من کلم میخواره نکن نه یه موامه پشت کلم گذر کرد شاید اسیر شد تو موام لاش کلم میخواره باید با من که گیرم رو کرده رفتم همون رای هم پیداش خاموش کنم ماشین آره واقعا؟ آره بابا خلاص میریم خلاص از یه جایی باید ترمز خون میگیره الان که ترمز دستی تو بکیلیش با ترمز دستی میریم ترمز دستی کیف هم بزن نه نگه دار نه بزن پیشت باشه نمیدونم کجا بریزم نان چی میگه؟ مثلا تو این روزا رو میخوام تو رو چجوری باز کردی؟ با دست اجازه بده دستمالم بخواد خیلی کار است واسه همینه میکشی کشیشم من جدی به خواهد از وقتی شستنش استفاده فقط تو رو میخوام اون روزا رو میخوام بوده ما دقیقا 1 ساعت سر جامون ثابت بود ندارم ماشین حلقه کنم یا نگینی نور بده نه نمیخوام تو جهتش رو تغییر داد که نور بشه کجاست با سس هم دارم پشت سس فرانسوی تو صندوقه خراب نشده من دریاخته میگم مسئول نشده برسی درسته نشده فقط الان نمیتونی پیاده شی اجازه بده آخه داریم حرکت میکنیم خب من میگیرم خیلی زیاد نمیخوام کسی جا نمجور مثلا من پیاده میشم ولی تونو بمون وایستا بده من ای کس زنگ زد من تو جلسم حیفایت نه من عمر با هم حمل میکنم فقط قفل در رو باز کن میخوای پیادش فقط در حال حرکت پیاده نشی من با ترمز کنم هیچ وقت فکر نمی‌کردم تو جاده چالوس مزاحمه صندوقا صندوقو بزن کجاست؟ تو پلاستیک سفید رفتی؟ نه سس دیگه مشخص سوسه One foot in the flames and the other trying to walk the line. Can't say به نظر من مشروب میخورم من دارم تونه ماهی میخورم سسش مهم نیست. هیچ وقت فکر نمی‌کردم اون سس پشت ماشین به کار به ترجمه خب سس حالا تنوع سس
فرانسوی زاد جزیره. فرانسه اصلا جزیره شیرینه. فرانسوی زاد تون. نه باید بازش کنیم. کپی رایت کیفیت خوبه. میگم مالی. یه جام فشان دارم همه چی رو تست میکنه قضیه هم. نه من فرانسه‌ش رو دوست تو به دنیا اومدی حتی خدا من. میخوای اینجا من بابا راحت باش من راحت نه رفت تو این بغل یه میز میخوام. ای میزای هواپیمایی بگیر اینجوری بذارم از اینجا تا اینجا. دوستان اینجا بزن بازش بریم. با کدوم رنگ بکشم انقدر است تو میگم دار جمع خسته بشم همین دنیا بگو دار سوسو ریخته قاطی کردی؟ آره میکس کردم برای بکنم ریختی اون تو یه جور شده واقعا میپاشه نه تو موشم باری نباید تنها که پیر و تو واسه من اون شبا که پر ستارم واسه رتا توی تو کجا میری تنهایی؟ اشت ایفا برگشت یه خوکی بزنم اشت یعنی چی گوشت مشت یعنی خب گوشتی داره نه میشه اشت خیلی روغن بوده و روغنشو میگرفتم فقط پنجره باز کن بریز اون روغنه نمیریزه بیرون میریزه رو ماشین و من آهنگ بخوام مگه ستاره کجا یه مشما بذار رو خودت مشما آبه رو بردارا پشته اونم بذار باشه من یه پیغامی دارم واسه خاله گفت لقمه بگیرم گفتم نه بذار خودم لقمه بگیرم بدترین لقمه عمرتو گرم سنگو بابا جانم واسه من این چیزی بخورم بله بعد لقمه کوچیک‌تر بگیرم یا عیسی مسیح دوستان پلیس شال من زخم کاغذی داره از اونجا او پلیس چرا داره خلاف میره داره میره که راه باز کن خلاف نمیره ما کجا نمیره راه دو طرفه آره دیگه نمیدم آقا همین چی شد خیلی خودشون گرفتن این بر بله من از اول در راست کنم سنگک سخت‌ترین نوع خانم چرا لختی؟ ایما لخته لخت نزد احساس میکنم وارد دنیا دیگه شدیم همه با بدون دارن چرا گوشت رو میزونم یه لقمه بهتر بود بدم نه بار نه نه بخورم خیال شد نه نه بذار دقیقا نه تا فهمیدم بچه کنه لقمه بگیرم نه اوکی بیا شامت هم تو چارلوز خوردی ادامه
نشون داد لایک چرا؟ نه بشه بیا نه آخه تو بیا من کجا شالت سرته اینجا بد نام کنه منو خوشش اومده مشابه حالت طبیعی انسان معمولی این شکلیه بعد از 100 200 جاده مونه آره کجات مالید؟ هنوز نمالیده برو من دارم یه بار نمالی با من کنه ماهی تو رو خدا چیز مدیریت شد راست میگه به خدا کفون دارم ماما ما 1 ساعت تو ترافیک بودیم نگفت خوشم به محض اینکه راه باز شد شروع کرد لقمه گرفتن اما شب پلیسی شک کرد چرا ما چراغمون روشنه چراغمون اوکی البته کاروان تو نبستی بابا من پیاده شده بودم اینا چرا الان مثلا دارن از شمال بر میگردن مثلا الان باید بریم روغنش قرمزه چرا؟ نه اوکی هم من نگیر اونو این چیه؟ لقمه حواسم به یک. راهه یهو بکن دردم بس کنه مایه نازه فرده تو چه سرم چی میترسی؟ من غیر از من و تو اینجا کی کسی هست؟ من تو ماشین با حشمت که به کجا گم شم بلد ساعت 1:07 است سواری 165 بار به شما من تا اینجا خیلی هزینه کردم گرون ازم خیلی گرون برام تموم یا میری نزداری یا پولاتون ازتون میگیرم توی شما میاد تازه فهمیدی؟ از وقتیش با شما حتی اگه بعد شب تو رو آنجا شده سر بود نوارد یا کشمان سلام مرسی مدنات گرفته
بفرمایید. ما رسیدیم. Tomorrow. You've been knocked down and got up again. In a corner, you're surrounded, no defenders. Whoa, you've hid your fury and kept it in. But it's time now, you ignite and turn to embers. Like a phoenix, you burst in a fire, burn. A thirst and desire, you transform right up in a flash. You spread your wings to rise from the ashes. Phoenix, you burst in a fire, burn. A thirst and desire, you transform right up in a flash. You spread your wings to rise from the ashes. Electric Boogaloo. You see the truth behind the veil, and you know that they're just looking for attention. Whoa, you don't let their ruthlessness prevail. Oh, it's time now, light your fires for ascension. Like a phoenix, you burst in a fire, burn. A thirst and desire, you transform right up in a flash. You spread your wings to rise from the ashes. Phoenix, you burst in a fire, burn. A thirst and desire, you transform right up in a flash. You spread your wings to rise from the ashes. Let you down, but you get up. They let you drown, but you don't stop. You show 'em you're a phoenix. سلام. ما خیلی خوشحالیم از وضعیتی که توش قرار داریم. امروز 25 تیر 1403. ما دو خوشحال. آمو وای آقا صدکی نمیتونم دیگه کنترل کنم موامو کنترل روش ندارم. در جستجوی کافه که به ما غذا بده. قهوه میخوام، قهوه صبحونه. You've been knocked down and got up again. In a corner, you're surrounded, no defenders. Whoa, you've hid your fury and kept it in. But it's time now, you ignite and turn to embers. Like a phoenix. خوش نشد. نه به اون استایل نه به خف دوستم تمام شد رها کن. نه یه چیزی توش آخه.
وای وای ما رفتیم وای وای ما رفتیم وای وای ما رفتیم Day 2.